سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. فرزند پدرکش سیاپوش شبگرده که اهالی کنه بادام را میترساند یافت شد. مقامات روسیه به تفتیش یک ویدیو بلاگر تاجیک عثمان آغاز کردند. همه 6 محبس گروگانگیر را در رستوف کشتند. وظیفه نو بلندتر زرینه رحمان دختر ششم پرزیدنت تاجیکستان. باز یک کارمند انداز شهر وحدت را هنگام گرفتن پاره قپیدند. و اکنون تفصیلات خبرها. زرینه رحمان دختر ششم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و کیلین بیگ صبور سردار خدمات علاقه این جمهوری به وظیفه نو بلندتر معاون اول رئیس اوریون بانک دومین بانک از همه بزرگ کشور تعیین شده است. زرینه رحمان 30 سال دارد و سال 2017 در اوریون بانک که رئیس آن تقویش حسن اسدالله‌زاده است همچون معاون رئیس ایفای وظیفه میکرد. کی به مقام معاون اول رئیس اوریون بانک تعیین شدن زرینه رحمان معلوم نیست، ولی این وظیفه از ماه ایون سال 2023 در پی بودن و بیرحمانه کشته شدن شورت اسمت اللهیف خالی مانده بود. حالا در سامانه رئیس اوریون بانک در گوشه رهبریت نام زرینه رحمان همچون معاون اول رئیس درج گردیده. عادلشاه کبیروف و رجبک سلیمانبکوف همچون معاون رئیس، محمد امینوف و الهامجان رجبوف همچون اجرا کننده وظیفه معاون رئیس و منتصر حسنوف همچون اجرا کننده وظیفه سرمحاسب اوریون بانک نشان داده شدند. عادلشاه کبیروف برادر شیرعلی کبیر وزیر کنونی صنعت و فناوری‌های نو تاجیکستان و یکی از افراد خیلی نزدیک به رئیس اوریون بانک حسن علیزاده بوده. محمد امینوف تا سال 2021 سفیر تاجیکستان در سازمان ملل بود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همسرش عزیزمو سعداللهی و خواهر رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده 9 فرزند، 2 پسر و 7 دختر دارند. چند فرزند امامعلی رحمان در وظیفه‌های بلند دولتی کار میکنند، از جمله آزاده رحمان دختر دومش رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت، رستم امامعلی پسر کلونیش رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی بوده. رخشانه امامعلی دختر چهارمش سفیر تاجیکستان در بریتانیا کبیر می باشد. زرینه رحمان دختر ششم پرزیدنت تاجیکستان سال 1994 به دنیا آمده. در یک کالج در بریتانیا کبیر تحصیل کرده است. او سال 2010 بعد ختم تحصیل و بازگشت از بریتانیا یک مدت در تلویزیون تاجیکستان مجری برنامه‌های اخبار به زبان انگلیسی بود و چند برنامه علاوه پیرامون روانشناسی نیز برای تلویزیون تهیه کرد. زرینه رحمان سال 2013 برمز ظهوروف پسر کلانی بیگ صبور ازدواج کرد. سال 2017 زرینه رحمان را در اوریون بانک بر کار گرفتند و یک باره همچون معاون رئیس. او اون وقت مگی 23 سال داشت. درباره دختر ششم پرزیدنت معلوماتی از این بیشتر دسترس نیست. عکس‌های او نیز در یگان جا نشر نشدند و یگانه عکسش از یکی از برنامه‌های اخبار به زبان انگلیسی از سال 2010 است که زرینه رحمان اون وقت مگی 16 سال داشت. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است، جریان سنجش ویدیوی بلاگر تاجیک عثمان مجری کانال پرمخلص تاجیکان شو را تحت نظارت خود گرفته است. عثمان اخیراً در یک ویدیو در کانالش که بیش از 800,000 عبورنشین دارد از مهاجران دعوت کرده است که تا بود و باش خود را در روسیه از طریق دریافت بلیط‌های دانشجویی رسمی گردانند. روز 16 میون سال 2024 سرایست تفتیشات شهر سنت پترزبورگ در تلگرام کانالش خبر داد که بنا به معلومات نشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک بلاگر تاجیکستانی مقیم سنت پترزبورگ در صفحه‌اش پیرامون روی صادر کردن عمل‌های غیر قانونی از جمله در بخش مهاجرت معلومات داده است. مقامات تفتیشاتی سنت پترزبورگ در رابطه با این قضیه سنجش قبلی از تفتیشات آغاز کردند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه به اجرا کننده وظیفه رهبر سرایست تفتیشات شهر سنت پترزبورگ بابکوف امر داد که درباره جریان این سنجش و تفصیلات معین شده به او اطلاعات بدهند. گفته می شود در اطلاعیه سرایست تفتیشات شهر سنت پترزبورگ در اطلاعیه‌اش نام بلاگر را افشا نکرده است، ولی بنا به اطلاع تلگرام کانال های روسیه سخن درباره بلاگر شناخته تاجیک عثمان می رود که حالا در پترزبورگ به سر می برد. ویدیو جنجال برانگیز عثمان را روز 15 میون سال 2024 در تلگرام کانال
دیونیا نشر کردند و از مقامات روسیه خواستند تا نسبت به این بلاگر توجیک چاره‌جویی کنند. بلاگر توجیک که در سنت پترزبورگ زندگی میکند در صفحه‌اش در اینستاگرام که 800,000 آبونشی دارد نقل میکند که چگونه از فریب دادن اداره مهاجرت کیف میکند. بعد امرای کراکوس پتنتگیری خیلی مشکل تر شد. دادن پتنت را اول منع کردند و بعد از سر گرفتن دائم در بازه میزنند و از این رو گرفتن پتنت با اسناد بردروغ که گویا در کارخانه امکی توره کار میکند ناممکن شد. مهاجران راه خلاصی از این حالت را هم یافتند. سند دانشجویی بلاگ رقم تلفن را نشان میدهد که با این رقم شما مصلحت میکنید تا در عوض پول شما را همچون دانشجو رسما گردانیده حجت دانشجویی بدهند. شرط نیست که شما به درس روید. تحصیل بر دروغ است. ولی پلیس دانشجویان را تفتیش نمی کند. نوشته از کانال دیونیا. خود عثمان برای شرح این قضیه دسترس نیست، ولی در ویدیو نشر کرده کانال دیونیا او با زبان گفتگویی آمیخته روسی توجیکی به مهاجران مراجعت می کند که این ویدیو را در داخل بنا یک آموزشگاه پترزبورگ ثبت کرده ایستاده است. از بس که پتنت کردن بسیار مشکل شده است. تفسیر دیگر من بلیت دانشجویی است. میگوید بلاگر خطاب به مهاجران توجیک. او سپس یک رقم واتساپ را در زیر این نوار نشان میدهد و از مهاجران دعوت میکند که به همین بچه‌های خودمان به یگان طرز مراجعت کنید. کارتان حال است. بلاگر توجیک سپس حجت‌های یک جوان رشدار را نشان میدهد و میگوید حجت‌های بسیاری از بچه‌ها الکی تایید شده است. او به مهاجران مشورت میدهد که بعد دریافت حجت دانشجوی خود را بای نداده با باوری سندشان را به کارمندان مقامات نشان بدهند و با دل پر بگویند که من دانشجویم. این ویدیو عثمان در حالی است که مهاجران توجیک میگویند بعد حمله تروریستی ماه مارس در کراکوس گرفتن پتنت در شهر پترزبورگ و ولایت لنینگراد برای زادگان تاجیکستان خیلی مشکل شده است. میلیسیا سوخت از آشکار شدن یک جنایت ننگین قتل پدر از دست پسر و بازداشت یک دزد سابقه دار برای دزدی خبر داد و گفت امروز در کونه‌بادام و اطراف هر یک جنایت را به کشتار اخیر 6 نفر در دهه سنجزار ربط داده با آب و رنگ و قصه پردازی پهن میکنند و در ذهن مردم احساس ترس و تعلقه را به وجود آورده ایستادند. اکبر شریفی سخنگوی رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در گزارش ویژه با نام حادثه‌های جنایتی در کونه‌بادام که روز 15 میلیون سال 2024 در کانال پیک سوخت در یوتیوب نشر شد این عملها را اغواگری نامیده و خبر داد که مقامات میلیسیا در روزهای اخیر دو چنین جنایت را آشکار و معلوم کردند که در اصل این دو جنایت به حادثه‌های خونین سنجزار یگان ربط ندارند. از جمله روز 2 میلیون سال 2024 شهروند ابراروف فریدون قاسموویچ سال تولدش 1983 ساکن کوچه بابوکلان و فشار کونه‌بادام در حالت مستی وابسته به مسائل‌های عائلوی و مال و ملکی با پدر سالخورده‌اش ابراروف قاسم سال تولدش 1948 جنجال کرده. در جریان مناقشه پدرش را 2 ضربه کار زده است. موسفید 76 ساله بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در روی دستان پسرش به هلاکت رسیده است. خود فریدون ابراروف در گزارشش از کردش اظهار پشیمانی کرده میگوید دیگر یک عمر همچون فرزند پدرکش بدنام شد. چند ضربه زد؟ یک تا دوتا. پوره نیست ماس بدم خودم نمیدونم. بعد زدن چی کردی؟ دستش تو بگفتن. تو شما آمده که پدر به حال بهوش نمیشه؟ نه. من خوبشون نبرد گفته گپ زدم تا سکاری آمدنه. همین بین مناقشه شما پدرتون یک نفر دیگر شاهد بود؟ ایام. مادرتون بود؟ ایام. دیدم همین جنجالتون؟ همجا بودم. نگو نصیحت نکردم نگفتن که بچه‌ام نکنی؟ اونجا وقتی نصیحتم شده گشنه همش دولس گوشی تیز شدم فرصت نشد. میگم خیلی وای نشد. نکردیم پشیمون من چون من انسانی پدرکش نیم. میلیسیا گفت فریدون ابراروف در اول مرگ پدرش را همچون حادثه ناخوش به قلم داده میخواست از جنایتش را روی پوش کند، ولی تشخیص طبی و دادگاهی و تفتیش جای حادثه با شیوه‌های فوری و تفتیشاتی و کریمینالیستی در مرگ پدر این خاندان علامت‌های مرگ مجبوری را آشکار ساخت. مادر فریدون ابراروف در بیاناتش تصدیق کرد که شوهر او را فرزندشان کشت. اینم زد توی غربتت توی هم مکشم ایم هم مکشم گفت که داداش
من نه گفته کرده گرفتن و پتافتن. اکبر شریفی گفت فرزند پدرکش را در جامعه فرزند نوخلف مینامند. اشوریدن خبر قتل پدر از دست پسرش وجود جامعه را سر و پا درد فرا میگیرد. بازدید فریدون ابراروف بر اساس ماده 104 کودکس جنایتی روسیه با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کردند. به فرزند پدرکش بر اساس این بند قانون از 6 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. همین طور ساکن دیگر کونبادام عمرف رستم سال 1979 که قبلا با جرم دزدی 2 مرتبه زندانی شده است، در یک حالت نصف شب با نیت دزدی وارد یک منزل در بنای بلند آشیانه در کوچه 8 مارس شده. در حالت دوم نیز شبانه به طور پنهانی وارد چایخانه بهادر واقع در کوچه اسماعیل سامونی شده است. در چایخانه شکار دزدی برار گرفته او از آنجا 400 سامون پول نقد و همچنین از یخدان یک مقدار محصولات خوراکواری را به یغما برده است. ولی صاحب خانه در کوچه 8 مارس از آمدن دزد خبردار شده هوشیاری را نشان داده است و او را وادار به فرار کرده است. تق تق شده آواز برآمد. آمده بینم گویم همین دریچه شدگی حرکت کرده در آمدنی بود یا تماشا کردنی بود که من آمده داغ زده حاضر می‌دارم توی گفتم که همین اگر گریخته واسه سیمتور گریخته رفت. از حادثه شدگی من کارمندان میلیسیا با خبر کردم، با تیزی آمدند، همراه کامیراهای همین حدود خانه ها بودگی و نشان دادیم دریافت شد. من شناختم، من گفتم که همین شخص نقد میکند جبریده. بازدید رستم عمرف بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی روسیه با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کردند و به او چند سال زندان تهدید میکند. اما در مورد یگان پیشرفت در تحقیق کشتار پرسر و صدای یک باره 6 عضو 2 عائله در دهه سنجزار در کنار شهر کونبادام در گزارش چیزی گفته نشد. اکبر شریفی سخنگوی رئیس وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت بدون ارائه یگان تفصیلات گفت این حادثه تحت نظارت و تفتیش و تحقیق همه‌جانبه مقامات قرار دارد و در این سمت چاره‌جویی‌های لازمی اندیشیده شده است. در انجام گزارش او بار دیگر تاکید کرد که پیدا شدن هر گونه آوازه‌ها وابسته به شهر کونبادام هدف ناپاک افراد بدخواه است که می‌خواهند تنجی و آسودگی مردم را خلل‌دار سازند. اما سخنگوی میلیسیا مشخص نکرد که منظورش از این افراد بدخواه کیست. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 16 ایون سال 2024 بعد آنکه مذاکرات با گروگانگیران با میانروی مفتی ولایت رستوف نتیجه نداد، همه 6 گروگانگیری را که در سزای رقم 1 در شهر رستوف لبدان 2 کارمند این مؤسسه را گروگان گرفتند، هنگام حمله کشتند. مقامات میگویند هنگام حمله کسی از گروگانها آسیب ندیده است، ولی در ویدیو از محل قتل گروگانگیرها نشر شده دیده می شود که دست کم 2 نفر از گروگانگیرها را زنده گرفتند، چون که دستشون از پشت با زولانه بسته دیده می شود. ظاهرا چنین به نظر می رسد که بعد بازداشتشان تصمیم به کشتن آنها آمده است. در ویدیو جسدهای محبوسان کشته شده را نمایش میدهند و یکی میگوید که مردن مخلوقها در نزد قوطی پرتو مردند. اکنون تفتیشات این فرضیه را هم تفتیش میکند که آیا کسی از کارمندان بازداشتگاه به فرار محبوسان کمک کرده بود یا نه. منبع گازت رو گفته است محبس‌های این منطقه با سطح بلند کروپسیا فرق میکنند. تلگرام کانال باز با تکیه به منابع خود نام همه 6 گروگانگیر را نشر کرد. همه آنها زادگان جمهوری انگوشستان روسیه بودند و اکثرا برای جنایت‌های مربوط به تروریسم زندانی شده در عرفه انتقالشون به محبس‌ها قرار داشتند. در این بازداشتگاه رستوف اساساً آنها را نگاه می‌دارند که به تروریسم عیبدار می‌شوند و پرونده‌هایشان را دادگاه حربی حوزه جنوب روسیه که قرارگاهش در رستوف است بررسی می‌کند. به اطلاع بعض گروگانگیرها اینهایند: سیفودینوف، ماده 161 قسم 2، ماده 162 کودکس جنایتی روسیه; تسیتسکییف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; کامنیف، ماده 288 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; گرییف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه; اکییف، ماده 205 قسم 2 کودکس جنایتی روسیه.
سابق دانشجوی 22 ساله اکادمی طبی شهر استراخان ملیک گاندالویف ماه مارت سال 2023 در یک جنگل در انگوشستان همراه برادر و یک دوستش دستگیر شده بود. از نزد محله بازداشت آنها در جنگل در اطراف دهه الخست از یک پنهانگاه بمب خودساخت، مواد ترکنده و خوراکواری پیدا کرده بودند. گریف اکیف و تسیتسکیف باشد ماه دکبر سال 2023 با جرم عضویت در داعش و آمادگی به حمله به بنای دادگاه عالی جمهوری قرچه و چرکس متناسباً 2 اول به 18 سال و تسیتسکیف به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بودند. بنا به اطلاع بعض نقشه گروگانگیری در سزای رستوف چند ماه باز آماده می شد و در این مدت توانستند برای این 6 نفر از بیرون سلاح و وسایل علاقه و حتی بیرق‌های سیاه داعش را درآورده به دستشان بدهند. بنا به اطلاع مقدماتی این 6 نفر در حجره‌های گوناگون بازداشتگاه نگاه داشته می شدند، ولی این مانع نشده است که آنها نقشه حمله را بکشند و عملی کنند. اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان روز 14 ایون سال 2024 از آشکار شدن باز یک حالت گرفتن پاره از طرف کارمند ناظرات انداز شهر وحدت و همچنین از بازداشت کارمند مؤسسه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر وحدت با اتهام قلابی خبر داد. مرکز مطبوعات اگنتی گفت در جریان گذراندن چهاربینی فوری و جستجویی معین کرده شد که سعید زاده از 16 فوریه سال 2022 تا این جانب در وظیفه متخصص شعبه تشکیل اندازبندی شخصان واقعی ناظرات انداز شهر وحدت کار کرده در دوره فعالیت کوریش قصداً و با مقصد به دست آوردن فایده مفت ماه اپریل سال 2024 از شهروند برای آماده کرده دادن معلومات نامه عاید قرضدار نمودن پدرش از انداز زمین مبلغ 4000 سومونی را به صفت پوره طلب کرده است. غیر از این گفته می شود در اطلاع نشر شده سعید زاده کردار جنایتکارانه خود را ادامه داده خود همان وقت در همشریکی با سردار شعبه حقوق و کادری به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در شهر وحدت ربی زاده از شهروند برای آماده نمودن یک قطار حجت‌های معین کننده حقوق استفاده برای زمین مبلغ 7200 سومون طلب نموده. در نتیجه سعید زاده و ربی زاده ضمن گرفتن این مقدار مبلغ از شهروند در حدود شهر وحدت از طرف کارمندان اگنتی دستگیر کرده شدند. در رابطه با حالت مذکور نسبت به سعید زاده بر اساس ماده 319 و 247 قسم 2 بندهای وگ کدش جنایی جمهوری تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره و قلابی و نسبت به ربی زاده بر اساس ماده 247 قسم 2 بند وگ کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایی آغاز کرده شده. پرونده بعد انجام تفتیش پیشکی علاقه برای بررسی به دادگاه ارسال گردیده است. خود دستگیر شدگان سعید زاده و ربی زاده و یا نزدیکان آنها و یا ادوکات‌های آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند. برای آنها جریمه وزنی یا چند سال زندان تهدید می‌کند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان قبلا روز 11 ایون سال 2024 از آشکار شدن یک حالت گرفتن پوره از سوی کارمند ناظرات انداز شهر وحدت خبر داده بود. اداره‌های انداز در تاجیکستان در جمله نهادهای فسادزده دولتی نام برده می‌شوند. هر سر چند وقت درباره بازداشت چندین کارمند انداز با اتهام گرفتن پوره و دیگر جنایت‌های کروپسیونی خبرها به دست می‌رسند، ولی تحلیلگران می‌گویند که مقامات تاجیکستان اساساً خود را به شکار ماهیچه‌های خرد دریای انداز را اندرمان کرده به شکار نهنگ‌های بزرگ این دریا که اکثرش در رده‌های بالای حکومت پشتیبان‌ها و حامیان پرنفوذ دارند جرأت نمی‌کنند. ترانسفر اعظم پر سر و صدا و در انتظار سال در فوتبال تاجیک بالاخره تصدیق شد. باشگاه فوتبال روسیه رستوف روز 16 ایون سال 2024 در تلگرام کانالش اعلام کرد که با تیم استقلال از دوشنبه در مورد به رستوف گذاشتن دروازه‌بان استقلال و تیم ملی تاجیکستان به توافق دست یافته است و اکنون رستم یتیموف بازیگر رستوف شده است. رستم را در تیم خود خیرمقدم میگوییم. به او در مقام پاسبان دروازه رستوف آرزوی بازی پر موفقیت میکنیم، نوشته است باشگاه رستوف در تلگرام کانال. روز 16 ایون استقلال نیز رسما اعلام کرد که رستم یتیموف سابقه ورزشیش را از این به بعد در رستوف ادامه میدهد. کلوب فوتبال استقلال و نماینده لیگ برتری روسیه کایف رستوف سازشنامه درباره گزارش دروازه‌بان رستم یتیموف با دسته سرمربی والری کارپین به امضا رساند. مبلغ گزارش دروازه‌بان
به تیم رستوف زیاده از 250,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی استقلال سر و صداها درباره به یگان باشگاه روسیه گذشتن رستم یتیموف الکی بعد هنرنمایی حیرت‌آور او در جام آسیا در قطر بلند شد و دو باشگاه خیمکی و رستوف طلبکار در حیات خود دیدن دروازه‌بان تاجیک شدند. ماه آخر اسم رستوف همچون خریدار احتمالی یتیموف بیشتر صدا می‌داد و تا گفته می‌شد که رستوف برای رستم 250,000 دلار پیشنهاد کرده است. نماینده استقلال گفته‌ها با رستوف در مورد رستم یتیموف را تصدیق کرده بود، ولی می گفت سخن درباره یک مبلغی در تاریخ فوتبال تاجیک رکوردی یعنی بی سابقه می رود و اون خیلی بیشتر از 250,000 دلار است که می گویند. اما در اطلاعیه رسمی استقلال در مورد برستوف گذشتن رستم یتیموف نیز رقم مشخصی را افشا نکردند و تنها با این جمله اکتفا کردند. مبلغ گزارش دروازه‌بان به تیم رستوف زیاده از 250,000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.